فرسته شفیق و رحیم، مالک یوم الدین. چرا نگفت مالک دنیا هم هست؟ چون بعضی از بندگانش گستاخی کردند، دنیا را به خودشون نسبت دادن، بی‌ادبی کردن در محضر خدا. و این یک تسلیم جدلی است بر فرض این که تو مالک دنیا باشید. اگر تو مالک دنیا هستید، چرا ملک تو رها میکنید؟ چرا حاضرید از ملکت بگذرید؟ اگر تو مالک واقعی هستید، در نتیجه خداوند چون بعضی از مخلوقات و موجودات، بعضی از بندگانش دنیا را ملک خودشون قرار دادن و اعلام کردن و بندگان خدا را همه عبید و بردگان خودشون قرار دادن، خداوند گفت تو مالک دنیا، این برای تو. ادعا میکنی در ملک منو، در حضور من، اما باشه این برای تو. چرا میمیرید؟ چرا تسلیم میشید و ملک تو از دست میدید؟ یا کسی راضی میشود که ملکشو از دست بدهد؟ اینجاست که میگه مالک یوم الدین، بر فرض این که تو مالک دنیا باشید. آیا مالک یوم الدین هم هستید؟ اینجاست که همه در دشت محشر قرار میگیرند. رب العزت و الجلال با صدای بلند صدا میزند، سوال میکند اونهایی که در دنیا ادعای مالکیت ملک الله کردند و ملک الله رو مصادره کردند، میگه لمن الملک اليوم، امروز مملکت مالکی است. جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه، جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه. فلا تسمع لهم همسا، کسی جرأت نداره که در گوشی با هم صحبت بکنه. فرعون از همه سرش پایین تره. خداوند رب العزت و الجلال خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار، امروز ملک و فرمان روایی از آن واحد قهار است. فرصت ها رو غنیمت بشماریم، فرصت ها رو فوت نکنیم، از دست ندهیم. فرصت ها با 3 دلیل و 3 علت فوت می شوند. اولین عامل از دست دادن فرصت ها نخواستن من و توست. وقتی نخواستیم نتونستیم. هر کسی نخواست فرصت رو از دست داده، نمیتونه. نخواستن مقدمه است برای نتوانستن. اگر خواستیم میتونیم. وقتی تونستیم به خدا میگیم خدایا کمکمون کن. میتوانم چون که میخواهم، میتوانم چون که میخواهم، خدایا یاریم کن. چقدر زیباست. میتوانم چون که میخواهم، در نتیجه فرصت از دست نمی رود و فوت نمی شود. با نخواستن خودمون فرصت ها رو 1 از دست می دهیم. 2 با مرگ رسیدن اجلمون فرصت ها رو از دست می دهیم. هر کسی اجلش رسید فرصت از دستش فوت شده. چرا میگن فلانی فوت شد؟ یعنی فرصت های خوب رو از دست داد. و 3 با دمیدن سور اسرافیل. اسرافیل سور و بوق از خداوند گرفته، تحویل گرفته، منتظر اذن خداست و دستور خداست که در سور بدمد. و اگر نفخه واحد، اولین نفخه دمیده شد، اون بهش میگن نفخه فزع، همه انسان ها به وحشت میافتند. دومین دمیدن اسرافیل نفخ صعق است، یعنی بیهوشی. سومین دمیدنش فاذا هم قیام ینظرون، دمیدن قیام هست.
همه خلایق در دشت محشر قیام میکنند. رب العزت و الجلال متجلی میشود، میزان رو میگذارند. پشت سر دنیا، زیر پات زمینه، از زمین در آمدید. وقتی که سور سوم دمیده میشود سور قیام است. همه انسان ها لخت مادرزا از زمین بلند میشوند. زمین عوض میشود، آسمان عوض میشود. و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده. کوها و زمین در هم کوبیده میشود. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. آسمان در هم کوبیده میشود، انشقاق پیدا میکند، دیگه متماسک نیست، ضعیف میشود. فیومئذ وقعت الواقعه. در اون روز رخداد بزرگی که به ما میگفتن قیامت هست رخ میدهد. ما میگفتیم که از اون دنیا برگشته. با دمیدن سور اسرافیل سومین فرصت از دست می رود، درهای توبه بسته می شود. پس نخواستن یک فوت فرصت هست، اجل هر کدوم از من و تو یک فوت فرصت هست. سور اسرافیل دوباره فوت فرصت هست و خدا نکنه که ما بیدار نشویم مگر با حضور اسرائیل یا ملک الموت و دمیدن سور اسرافیل. این دیگه خاتمه بدی است، فرجام خوبی نیست. جهنمو میارن، 70,000 زمام داره، هر زمامی 70,000 ملک گرفته، همینجور میکشنش، به زور میارنش اونجا مستقرش میکنن. الله متجلی شده، میزان گذاشته شده، زیر پات زمین، پشت سر دنیا، از دنیا آمدید. جلو جهنم 70,000 ضرب در 70,000 بزن. چند میلیارد ملائکه جهنم رو میارن. در سوره ملک گفته شده که تکاد و تمیز من الغیظ، خودش رو تکه تکی میکنه از خشم و غضب. اونجا دیگه کسی نفس نمیکشه، همه مات و مبهوتن. لخت مادرزا از قبرشون بلند شدن، کسی توجه به عورت برادر و خواهری که در کنارش نمیکنه، اصلا نمیبینه عورتشون، همه مکشوفه. بهشت بعد از جهنمه. روزی که همه عرضه میشیم بر خدا، هیچ پوشیده نیست. خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر، عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن، همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند رکوع، ببخشید سجود. خداوند در دشت محشر همه متجلی شده، امر صادر میشه سجود، سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم می شدن، خودشون رو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلا. همونطوری که در دنیا سجده میکردن، در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون یک دست و یک تخته شده، خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یه عده‌ای سجده کردن اما اینها نمیتونن. یوم یدعون الی السجود، نمیتونن. دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه، همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند.
مؤمنین ایستادن، امید رحم خدا دارند. کسی که در آخرت، کسی که در دنیا رحم نشود و تنها رحم خدا در دنیا دین خداست، کسی که با دین خدا و دستورات خدا و برنامه‌های خدا و عقیده و توحید و اعمال صالح در دنیا و خدمت به خلق خدا رحم نشد، انتظار رحم خدا در آخرت نداشته باشد. در همین اثنا که همه ایستادن، مؤمنین هم امید به رحم خدا دارن، یک دفعه از پشت سرشون یک دفتری یا کتابچی پرواز میکنه، از پشت سرش یا جلوش میاد تو دست راستش. همه ایستادن، یک دفعه تا چشم باز میکنه که اعمال نامش در دست راستشه. رب العزت جلال هم متجلی شده و الملک علی ارجائها، جنس ملائکه اطراف آسمان همینجور حلقه زدن، چون آسمان ویران شده، زمین ویران شده، کوه ها متلاشی شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. تا احساس میکنه که دفتری تو دست راستش قرار گرفت، بلا فاصله فریاد میزنه: فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه. تا احساس کرد که اعمال نامش تو دست راستشه. از کجا آمد؟ از پشت سرش، از جلوش، از دست راستش، از هر طرف آمد تو دست راستش قرار گرفت. فریاد میزنه: ای خلایق، هاؤم اقرؤوا کتابیه. متوجه من بشید، این های تنبیه، توجه، التفاته. چرا به من توجه نمی کنید؟ اعمال نامه منو بخونید. من قبول شدم، رستگار شدم، خدا منو رحم کرد، از تقصیرات هم گذشت. هاؤم اقرؤوا کتابیه. بعد استدلال میکنه: انی ظننت انی ملاق حسابیه. چون من در دنیا که بودم گمان داشتم، این گمان به معنی یقینه، یقین داشتم که فردایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، عدل الهی هست، رب العزت و الجلال هست. در دنیا طغیانگر نشدم، سرکش نشدم، نافرمان نشدم، طوق عبودیت و بندگی رو از گردن در نیاوردم. من عبد تو هم، تو رب منی، هر کجا که باشم. هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه. خداوند میگه اون در یک زندگی رضایتمندی است. نعمتهای بهشت فقط مزه و اشتهاست. اشتها در رنگش، اشتها در بوش، اشتها در مزه. تو دهنت گذاشتی آب شد، نه شکمت درد میگیره، نه انتفاخ دارید، همش مزه است. این اکرامی است، این سفره است، این معدبه است، این مهمانی است که خدا برای بندگان صالح و مطیعش داره اکرام میکنه. اما زمانی اون سفره برای تو انداخته میشه که در دنیا سر سفره قرآن بنشینی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: القرآن معدبة الله علی الارض. قرآن سفره خداوندی است که در روی زمین پهن شده. دستتو وارد این سفره خداوندی بکن. غذای روحت هست، غذای جسمت هست، غذای فکرت هست، غذای بچت هست، غذای خانمت هست، غذای پدر و مادرت هست، غذای دوست و رفیق و همسایت هست. اذا مررتم بریاض الجنة فانتهوا قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله قال حلق الذکر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر به باغی از باغهای بهشت در دنیا گذر کردی، خوب بچرید، خودتون رو سیر کنید. گفتن یا رسول الله باغ بهشت در روی زمین کجاست؟ گفت حلقه های یاد خدا. اگر اینجا یاد خدا نباشد، خانه خدا نباشد، پس کجاست؟ ما را در دعاهاتون فراموش نکنید و خانواده و بچه هامون که اولاد ما را خدمتگزار فرزندان شما قرار بده و خداوند این خدمتگزاری رو از ما نگیره و توسط دوستان خوب و هدایتگر
همیشه در جاده و صراط مستقیم قرار بگیریم. به امید فرسته شفیق و رحیم، مالک یوم الدین. چرا نگفت مالک دنیا هم هست؟ چون بعضی از بندگانش گستاخی کردن، دنیا را به خودشون نسبت دادن، بی‌ادبی کردن در محضر خدا. و این یک تسلیم جدلی است. بر فرض این که تو مالک دنیا باشید، اگر تو مالک دنیا هستید چرا ملک تو رها میکنید؟ چرا حاضرید از ملکت بگذرید؟ اگر تو مالک واقعی هستید، در نتیجه خداوند چون بعضی از مخلوقات و موجودات، بعضی از بندگانش دنیا را ملک خودشون قرار دادن و اعلام کردن و بندگان خدا را همه عبید و بردگان خودشون قرار دادن، خداوند گفت تو مالک دنیا، این برای تو. ادعا میکنی در ملک منو، در حضور من، اما باشه این برای تو. چرا میمیرید؟ چرا تسلیم میشید و ملک تو از دست میدید؟ یا کسی راضی میشود که ملکشو از دست بدهد؟ اینجاست که میگه مالک یوم الدین، بر فرض این که تو مالک دنیا باشید. آیا مالک یوم الدین هم هستید؟ اینجاست که همه در دشت محشر قرار میگیرن. رب العزت و الجلال با صدای بلند صدا میزند، سوال میکند اونهایی که در دنیا ادعای مالکیت ملک الله کردند و ملک الله رو مصادره کردند، میگه لمن الملک اليوم، امروز مملکت مالکی است. جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه، جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه. فلا تسمع لهم همسا، کسی جرأت نداره که در گوشی با هم صحبت بکنه. فرعون از همه سرش پایین تره. خداوند رب العزت و الجلال خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار، امروز ملک و فرمان روایی از آن واحد قهار است. فرصت ها رو غنیمت بشماریم، فرصت ها رو فوت نکنیم، از دست ندهیم. فرصت ها با 3 دلیل و 3 علت فوت می شوند. اولین عامل از دست دادن فرصت ها نخواستن من و توست. وقتی نخواستیم نتونستیم. هر کسی نخواست فرصت رو از دست داده، نمیتونه. نخواستن مقدمه است برای نتوانستن. اگر خواستیم میتونیم. وقتی تونستیم به خدا میگیم خدایا کمکمون کن. میتوانم چون که میخواهم، میتوانم چون که میخواهم، خدایا یاریم کن. چقدر زیباست. میتوانم چون که میخواهم، در نتیجه فرصت از دست نمی رود و فوت نمی شود. با نخواستن خودمون فرصت ها رو 1 از دست می دهیم. 2 با مرگ رسیدن اجلمون فرصت ها رو از دست می دهیم. هر کسی اجلش رسید فرصت از دستش فوت شده. چرا میگن فلانی فوت شد؟ یعنی فرصت های خوب رو از دست داد. و 3 با دمیدن سور اسرافیل. اسرافیل سور و بوق از خداوند گرفته، تحویل گرفته، منتظر اذن خداست و دستور خداست که در سور بدمد. و اگر نفخه واحد، اولین نفخه دمیده شد، اون بهش میگن نفخه فزع، همه انسان ها به وحشت میافتند. دومین دمیدن اسرافیل نفخ صعق است، یعنی بیهوشی. سومین دمیدنش فاذا
هم قیام ینظرون. دمیدن قیام هست، همه خلایق در دشت محشر قیام میکنند. رب العزت و الجلال متجلی می شود، میزان رو میگذارند. پشت سر دنیا، زیر پات زمینه، از زمین در آمدید. وقتی که سور سوم دمیده می شود، سور قیام است. همه انسان ها لخت مادرزا از زمین بلند می شوند. زمین عوض می شود، آسمان عوض می شود. و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده. کوها و زمین در هم کوبیده می شود. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. آسمان در هم کوبیده می شود، انشقاق پیدا می کند، دیگه متماسک نیست، ضعیف می شود. فیومئذ وقعت الواقعه. در اون روز رخداد بزرگی که به ما می گفتن قیامت هست رخ می دهد. ما می گفتیم که از اون دنیا برگشته. با دمیدن سور اسرافیل سومین فرصت از دست می رود، درهای توبه بسته می شود. پس نخواستن یک فوت فرصت هست، اجل هر کدوم از من و تو یک فوت فرصت هست. سور اسرافیل دوباره فوت فرصت هست و خدا نکنه که ما بیدار نشویم مگر با حضور اسرائیل یا ملک الموت و دمیدن سور اسرافیل. این دیگه خاتمه بدی است، فرجام خوبی نیست. جهنمو میارن، 70,000 زمام داره، هر زمامی 70,000 ملک گرفته، همینجور میکشنش، به زور میارنش اونجا مستقرش میکنن. الله متجلی شده، میزان گذاشته شده، زیر پات زمین، پشت سر دنیا، از دنیا آمدید. جلو جهنم 70,000 ضرب در 70,000 بزن. چند میلیارد ملائکه جهنم رو میارن. در سوره ملک گفته شده که تکاد و تمیز من الغیظ، خودش رو تکه تکی میکنه از خشم و غضب. اونجا دیگه کسی نفس نمیکشه، همه مات و مبهوتن. لخت مادرزا از قبرشون بلند شدن، کسی توجه به عورت برادر و خواهری که در کنارش نمیکنه، اصلا نمیبینه عورتشون، همه مکشوفه. بهشت بعد از جهنمه. روزی که همه عرضه میشیم بر خدا، هیچ پوشیده نیست. خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر، عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن، همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند رکوع، ببخشید سجود. خداوند در دشت محشر همه متجلی شده، امر صادر میشه سجود، سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم می شدن، خودشون رو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلا. همونطوری که در دنیا سجده میکردن، در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون یک دست و یک تخته شده، خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یه عده‌ای سجده کردن اما اینها نمیتونن. یوم یدعون الی السجود، نمیتونن. دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه.
همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند. مؤمنین ایستادن